سلام دوستان. امروز اومدم یکی از بهترین برنامه ها برای هک بازی های آفلاین ویندوزی براتون معرفی بکنم. بعضی بازی ها خرید در اون برنامه ای دارن، مثلا یه شاپی داخل بازی هست یا یه چیزی میخواین توی بازی بخرین، نیاز به پول داخل بازی دارین، یا میتونید با چیت انجین حلش بکنید. تا جایی که بحث پول باشه و بعضی آیتم های خاص باشه میتونید با چیت انجین حلش بکنید. ولی مثلا بعضی وقتا بحث مثلا یه آیتم خاص داخل بازی یا بازی سوروایولش رو نیاز دارین خیلی چوب داشته باشید، خیلی آهن داشته باشید، و یا مثلا پیدا کردن تیر خیلی سخته، میخواین تیر بی نهایت داشته باشید، وقتی شلیک میکنید تیرای اسلحتون بی نهایت بشه. برنامه های زیادی هستن. حالا من بهترین برنامه‌ای که به نظر خودم تو اینترنت دیدم و بود برنامه ویموت هست. میتونید خیلی ساده رایگان هم هست، میتونید از داخل اینترنت دانلود بکنید، نصب بکنید. یه لاگین خیلی ساده داره، با جیمیل لاگین میکنید. بعدش هم میاد در قسمت سرچ، بازی که میخواد رو سرچ میکنید. من اینجا سرچ کردم از قبلا و اگر من اینو ببندمش اینا که بله. خب چون از قبل لاگین کردم بدون که بیرونش هم بعد بازیمون رو سرچ میکنیم، میاریم گزینه رو میزنیم، پاد ایکس رو میزنیم و در این بخش شما باید برید محل نصب بازیتون و فایل اپلیکیشنش رو اینجا انتخاب بکنید. وقتی انتخاب کردید دوباره دکمه پلی می گزینه ها الان کار نمیکنه، پس باید دکمه پلی رو بزنید. مثل صبر کنید تا بازی ران بشه. و فرق نمیکنه، همین حالت است. We roam the still اینطور که می‌بینید مثلا منابعی مثل زغال، چوب، استیل، نمیدونم منابع خیلی کم داریم. مثلا ساخت و ساز برای اول بازی خیلی برای سخت بازی بعضی از مثلا بازی آلت رو W رو فشار میدیم و پنلش باز میشه. خیلی بی نهایت و چوب بی نهایت مثلا انتخاب یا گوشت بی نهایت، استیل، یا نمیدونم که حالا اپلیکیشنز. همونطوری که میبینید این گزینه‌هایی که انتخاب کردیم کار کردن و فعال شدن. من این برنامه رو چند تا بازی دیگه هم، بازی اساسینز کرید برادرهود و اساسینز کرید یونیتی، حتی اودیسه هم اجرا کردم، کار کرد و برنامه خیلی خوبیه. تنها باگی هم که ازش دیدم برای بعضی بازی‌های مثل دفارست که وقتی بازشون میکنیم بازی رو ران میکنیم و تا بیا تا و یه صفحه لانچر اولیه میاد، بیشتر برای اینو کار نمیکنه. مثلا برای همین دفارستی که من استفاده کردم کار نکرد.